درود دوستان، به کانال موباموس خوش اومدین. امروز کوپایلوت یک کار خفن کرده و اومده روی آخرین نسخه ویندوز 11 یک قابلیتی رو اضافه کرده که شما میتونین مثل سیری آیفون یا کورتانا از اون استفاده کنین و یک دستیار هوشمند صوتی روی ویندوز 11 تون داشته باشین. کافیه واژه هی کوپایلوت رو صدا بزنید. هی کوپایلوت و میبینین که هوش مصنوعی کوپایلوت برای شما به صورت وایس فعال شده. میتونید از اون استفاده کنید و باهاش تعامل کنید. من اینجام. چطور میتونم کمکتون کنم؟ حالا چطوری این رو فعال کنیم؟ شاید شما همین الان ویندوز 11 تون رو باز کردین، آخرین نسخهش رو دانلود کردین، ولی با گفتن عبارت هی کوپایلوت اون اجرا نشده. برای این کار کافیه به منوی استارت برید، نرم افزار کوپایلوت رو باز کنید و روی اوپن ساید باری که در این بالا میبینید کلیک کنید. از روی قسمت پروفایل به منوی ستینگ یا تنظیماتش برید. اسکرول داون کنید، بیاین پایینتر و دو تا گزینه اینجا وجود داره به نام کوپایلوت ویژن. اون رو فعال کنید. گزینه بالاترش در قسمت وایس مود لیستن فور هی کوپایلوت رو که در حالت غیر فعال هست در حالت فعال قرار بدین. میتونین تون صدایی رو هم تغییر بدین، روی هر کدوم که دوست داشتین قرارش بدین. به همین راحتی حالا اگه بگین هی کوپایلوت اون فعال میشه. هی کوپایلوت شما میتونید با قابلیت ویژن کوپایلوت هم اسکرین کامپیوتر خودتون رو در اختیارش قرار بدین و سوالاتی از اون بپرسین تا کمکتون کنه مشکلات نرم افزاری و یا سیستمی خودتون رو حل کنه. برای این کار کافی بگین هی کوپایلوت، هی کوپایلوت و گزینه ویژن شیر اسکرین وید کوپایلوت رو بزنید. کوپایلوت ویژن براتون فعال میشه. اگه چند تا مانیتور یا چند تا دیسپلی داشته باشین میتونید از بین اونها انتخاب کنین. من روی اسکرین میزنم، حالا میتونم سوالاتم ازش بپرسم. کوپایلوت تو الان اسکرین کامپیوتر من رو میبینی؟ آره، صفحه کامپیوترت رو میبینم و همینطور داره برنامه‌های باز رو برام نشون میده. تو الان توی تنظیمات ویندوزی، درسته؟ الان میخوام کامپیوترم رو روی دیس پی سی کلیک کنم. چیکار باید بکنم؟ برای اینکه روی دیس پی سی کلیک کنید باید اول از صفحه‌ای که الان دارید روی دسکتاپ برید. میتونی یا دکمه‌های ویندوز و دی رو بزنی یا به سادگی روی آیکون دسکتاپ کلیک کنی. بعد از اون آیکون دیس پی سی رو پیدا کن و روش دابل کلیک کن. تو میتونی این کار رو انجام بدی؟ برای کلیک کردن روی دیس پی سی روی دسکتاپ کامپیوترت که در گوشه بالا سمت چپ قرار داره دابل کلیک کن. این بود از آموزش امروز. امیدوارم به دردتون بخوره. اگه سوالی داشتین توی کامنت ها بپرسین. تو ویدیوهای آینده بیشتر در مورد تکنولوژی و هوش مصنوعی باهاتون صحبت خواهم کرد. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.